این تلویزیون سامسونگ 55 اینچ هستش. از این قسمت پنلش ضربه خورده و شکسته. بریم با هم داخلش رو ببینیم. خب شیشه بالای محافظشه. اینو برداریم، زیرش پنله. حالت شطرنجیش الان دیده میشه. از این شیشه حالت محافظه و این داخل هم پنل تلویزیون قرار گرفته که با هم داریم پنل رو ببینیم. همین پنل میبینید که از هم اینجاش خراب شده، شکسته. هم بیشتر این قسمت که ترکاش دیگه مشخصه. خب زیر این پنل هم صفحات دیفیوزر قرار گرفته که کار دیفیوزر پخش بکلایت هستش و نور بکلایت رو میاد قشنگ داخل زیر این پنل پخش میکنه تا یک نواخت باشه. الان دارید صفحات دیفیوزر رو میبینید و این پنلی که حالا شکسته و قیمت خیلی زیادی هم داره این پنل ها. زیر این قسمت هم بکلایته که اونم بهتون نشون میدیم. حالا میخوایم قاب پشتش رو باز کنیم که برداشو ببینیم چه جوریه. این قسمت بردای تلویزیونه، اون برد پاورشه، این هم برد مینشه. این پایین هم بخشای حالا اسپیکرها و ایناست و اونا هم بردای آدرسه که این از برد مین سیگنال رو به این پنل میفرسته. که اون برم برد آدرس داریم و اونجا هم که پشت این قاب فلزی برد تیکانشه که باز الان این سوکتی که اینجا دارید میبینید، این فلتی که دارید میبینید فلت LVDS. LVDS سیگنال رو میده به تیکان به بردای آدرس سیگنال میفرسته و پنل روشن میشه و تصویر نشون میده. این تلویزیون رو کامل بازش کردیم. الان بکلایتش رو دارید در این قسمت میبینید. این LED هایی که به صورت نواری در اینجا قرار گرفته. این تلویزیون چون که خیلی باریکه، بکلایتاشون به این صورت فقط یک شاخه در بغلشه. فقط همین قسمت، یعنی بالا و پایینش چیزی نداره. مثلا این سمت مقابل هم چیزی نداره. فقط همون شاخه هستش که کل تلویزیون رو روشن میکنه.